سلام دوستان، ببینید سگ افتاده تو اوز. نمیدونم از کی تا حالا بوده بغل باغ دامداری ماست. وقتی که به ما گفت سر صدای سگ میاد، زوزه سگ میاد، ما اومدیم دیدیم آره سگ افتاده تو آبه. حالا اومدم پایین نجاتش بدم، تا دستم میبرم پایین صدا میکنم. ببین صدا نکن، درت میرم. باش خب درت میرم، الان درت میرم عزیزم، درت میرم الان، نجاتت میدم. خب نجات میدم الان، درت میرم. چطور اومده اینجا چه کنی؟ تشنت بوده؟ تشنگی؟ تناب میخوام، تناب یه تناب چیزی باشه درش بیارم. آره باید با تناب درش بیارم. خدایا نمیدونم نردبون بیارم، تناب بیارم یا نردبون بیارم. نردبون دستم گاز میگیره نمیذاره برم نردبون بیارم. این حوضم بزرگ، آبشون خیلی بیچاره، یک گوشه خودش گرفته. خدایا خودت کمک کن این نردبونه رو ببرم، یا برم پایین داخشم، یا نردبونه رو بذارم بیاد بالا خودش. دستم میبرم پشت گردنش صدا میکنم بگیره. درخت بگم بالا سرش تو پام رسیده. بیا بالا بیا گلم، بیا بالا جگر، بیا بالا میمیری. خب بیا من کمکت میکنم. بیا بالا نردمونم بند نمیشه، اینا تعاب نمیشینه. تعاب اگه بشینه خیلی خوبه، تعاب بشینه. نردمون فایده نداره، باید ورش داره. یا خودم درت میرم با دست. خب عزیزم من درت میرم، هیچ غصه نخوا، من درت میرم. خب درت میرم، والا نجاتت میدم. میرم تناب، من میدونم تنابه رو بیارم. تناب کجا؟ یه دونه تناب هم اینجا پیدا نمیشه. خدایا این لوله کشی که شد دامداری ها درد سر شد برای سگا. زجر میکشن زبون بسته، گناه دارن. خدایا خودت این انسان ها رو برای راست هدایت کن.